پتروشیمی بوشهر سایت 1 از سلویه 18/7/1401. ساعت 6 صبح پتروشیمی بوشهر سایت 1 از سلویه 18/7/1401 کمپین کارگری اعتصاب. بسته شدن راه از سلویه پتروشیمی بوشهر 18/7/1401 ساعت 7 صبح. مسدود کردن راه به دست کارگران غیور ایلا بختیاری.
18/7 اصلویه پتروشیمی بوشهر 18/7 اصلویه پتروشیمی بوشهر سایت 1 کمپین جمع کارگر، آزادی خواهان، رزماوران جسور و جوان، زنان شجاع ای سرخ پوشان، میگه انقلاب با دست افشان. چشمک میزنه برام ستاره، یعنی به زودی بارون میباره، بارون نعمت در کشتزاران. پر ز آب میشن باغ و گلستان، میخونه بلبل از برای گل، دیگه تمومه عمر توکل. به سر اومده عمر کلاشان، اسلام و خیل عمامه پوشان. بیا کارگر با اعتصابت، لپتاپ و چکش و نیز کتابت. اومده میدون دختر جوون، با پسرهای شاد و غزلخون. همگان میگن مرگ بر ستمگر، شاهزاده باشه یا شخص رهبر. میخونه بلبل از برای گل، دیگه تموم عمر توکل. به سر اومده عمر کلاشان، اسلام و خیل عمامه پوشان. نوع کارگر بیا به میدون، تو صفت میان جمع فراوون. زیر پرچمت سر میدن شعار، زحمت کشان ضد استثمار. خیل دشمنان میافتن زبون، داغ میشه زمین در زیر پاشون. میخونه بلبل
از برای گل دیگه تموم عمر توکل. به سر اومده عمر کلاشان، اسلام و خیل عمامه پوشان. هم داستانیم ضد شغالان، آخوند خرفت و چکمه پوشان. خواهان عدلیم و برابری، کسبش میکنیم با دلاوری. دولت ظالم میکنیم پاره، بهره کش باید بشه آواره. تأمین میکنیم حکم خلایق، بر هر مرکز و در هر دقایق. میخونه بلبل از برای گل دیگه تموم عمر توکل. به سر اومده عمر کلاشان، اسلام و خیل عمامه پوشان. درودهای من رو پذیرا باشید بینندگان عزیز. من کانی یک بار دیگر در خدمتم برای تقدیم بخش زنده ویژه اعتصاب و اعتراضات سراسری در ایران. بله عزیزان، همونطور که مطلع هستید امروز صبح کارگران پتروشیمی با فراخوان‌هایی که در روز گذشته داده بودند وارد میدان عمل شدند و دست به اعتراض زدند و اعتصاب کردند در عسلویه. در همین مورد که این اعتصابات تا چقدر قابل اهمیت داره و باید ادامه داشته باشه، با رفیق ستار رحمانی فعال کارگری از لندن همراه هستیم. رفیق ستار گرامی، سلام و درود، خیلی خوش اومدید به این برنامه. مرحبا به شما و بینندگان تلویزیون شما درود میفرستم. بله رفیق ستار، خب همونطور که مطلع هستین اون چه که امروز در عسلویه روی داد، شما چطور این اعتصاب و اعتراضات رو در عسلویه تحلیل میکنید و چقدر این اعتراضات و پیوستن کارگران در عسلویه به مردم ایران و اعتصاب و اعتراضاتشون میشد گفت که انتظار میرفت که کارگران به این اعتراضات بپیوندن و چقدر احتمال اون وجود داره که این اعتصاب و اعتراضات ادامه داشته باشه؟ ببینید، اعتراضات کارگران پتروشیمی نفت و گاز و پتروشیمی در حقیقت در 2 سال اخیر اعتراضات بسیاری داشتن این کارگران و خواسته ها و مطالبات معینی را هم جلوی پای حاکمیت گذاشتن، از دستمزد گرفته تا 20 روز کار، 10 روز استراحت و محیط کارشون در رابطه با غذا و مسائل گوناگون دیگه. اما 2 تا خواسته بسیار مرکزی بود. یکی این که از قید این شرکت‌های پیمانی بزنن. این شرکت‌های پیمانی از زمانی که دولت رفسنجانی سازندگی به قول خودش اومد، کلا شرکت نفت رو اینا فروختن به شرکت‌های کوچک و هر کدوم از شرکت‌ها هم باز پیمانکارای کوچک دیگه‌ای برای خودشون درست کردن. در حقیقت خواستن شرکت نفت رو قطع کنن که اعتراضات کارگری اونجا صورت نگیره. خب برای یه مدتی شاید این چیز رو کار کرد، اما این پروژه نتونست موفق باشه و میبینیم که الان کارگران در حقیقت به اعتصاب پیوستن. از این زاویه اگه نگاه بکنیم، خب اعتصاب کارگران پتروشیمی گاز و نفت اولین اعتصاب نیست. 10 اعتراض و اعتصاب داشتن و این یکی از اون اعتصاب‌ها و اعتراضات. اما مسئله اینجاست که این بار خواسته ها و مطالبات دیگه از دولت خواسته نمیشه. یعنی در حقیقت با اومدن کارگران پیمانی شرکت نفت پتروشیمی توی خیابون راهبندان ایجاد بکنن، در حقیقت این یک گام دیگه ایه. البته شورای سازماندهی اعتراضات کارگران نفت و گاز اینا قبلا اعلام هشدار داده بود به حاکمیت که اگر شما به خواسته ها و مطالبات مردم نرسید و اگر ادامه بدید سرکوب رو، ما هشدار بهتون میدیم، اعتصاب رو شروع خواهیم کرد. حتی بخشی از کارگران دائمی شرکت نفت هم
این پیام رو به حاکمیت رسونده بودن. بنابراین اینها آماده بودند و پیش بینی میشد که کارگران شرکت نفت یه نقطه پایانی بذارن بر اعتراضات مطالبه گریشون و دیدیم که امروز صبح اومدن توی کارخونه و شعار مرگ بر خامنه‌ای دادن، شعار حمایت از اعتراضات کارگری دادن. البته باید در نظر داشته باشیم اون اعتراضات خیابانی هم همین کارگرها بچه‌هاشون، خانوادهشون، همسایه‌شون، فامیلشون بوده که تو خیابان‌ها اعتراض می‌کردن. اما مسئله بر سر اعتصابه. ببینید دو تا مسئله هست دیگه، اعتراضات خیابانی که داریم و اعتصابات مثل دانشجویان که همراه با اعتراض در خود دانشگاه هست و معلمان، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی که فراخوان 4 مهر و 6 مهر رو برای اعتراض و اعتصاب دادن و بعد از اون هم یه اعتصاب دیگه هفته بعدش که به دنبال اون الان خود دانش آموزان در مدارسشون اعتصاب میکنن. امروز یه گزارش دیدم که دانش آموزان در حیاط مدرسه نشستن از معلماشون میخوان که به اعتصاب ها بپیوندن. ببینید یه موج جدیدی، ما باید بگیم به نظرم یه نقطه عطفی الان که از یه طرف سازمان سراسری معلمان، کانون‌های صنفی و شورای هماهنگی در سرشون، از یه طرف دیگه دانشجوها هستن که از اینا حمایت میکنن، از معلمان، از کارگران، و در کنار اون دانش آموزانی که دختران بخصوص روسری از سرشون بر میدارن و میگن نه روسری نه توسری، آزادی و برابری هست. و از طرف دیگه خانواده همین دانش آموزان که در مجموع باید بگیم 15 میلیون دانش آموز با خانوادهشون میشه 60 میلیون جمعیت ایران، اینا معترضن به این مسئله. خب دانش آموزان را هم در نظر بگیریم میبینیم که اینا هم به سوی شهریابی، البته در بخش دبیرستان و سالهای پایانی که به سن بالای 15 سال بگیم رسیدن، اینا در حقیقت بدون اینکه از خانواده هم اجازه بگیرن در مدارس اعتراضشون شروع میکنن. بعد از زاویه دیگه ما اعتراضات دیگه هم داریم. اعتراضات کامیونداران در اصفهان همین امروز شروع شده، اعتصابشون در حقیقت، اعتصاب کارگران ساختمانی در سقز، اینا اعلام کردن، اعلام همبستگی با مبارزات مردم کردن. ببینید اگر همه این پازل‌ها رو بغل هم دیگه بذاریم، شروع اعتراض کارگران پیمانی نفت همراه با اعتصاب و اعتراض معلمان در سراسر کشور، دانش آموزان، دانشجویان، و قبل از اون اعتصاب مغازه‌داران چه در کردستان و چه در تهران، اصفهان، این اعتصابات در اعتراض به سرکوب‌ها شروع شده. خب دانش آموزان که گفتیم، این مجموعه اگه به هم بپیونده و یک دست عمل بکنه به شیوهی که فعالین بسیار جوان و باهوش و پرشور زندگی، یعنی اونایی که از نیستی میخوان به هستی برسن، از این زاویه نگاه کنیم، کمیته های محل دادن برای درست تشکیل دادن برای سازماندهی اعتراضات خیابان که تا حالا چندین بیانیه هم صادر کردن و فراخوان دادن برای روز چهارشنبه اعتراض سراسری در ایران که قبلا هم فراخوان داده بودن. میبینیم که روندی که اعتراض میره یه میدان بزرگتری رو برای حاکمیت باز میکنه که دیگه سرکوبش سخت‌تره. یعنی اگه فقط دیروز خیابون بود یا اعتراضات مثلا 98 و 96 حالا 88 رو بذاریم که رو نگاه کنید، اینا فقط متمرکز بودن به یه جاهای معینی در شهر، ولی الان پراکنده شدن در محلات. یک. و دوم اینکه اعتراضات و اعتصابات دیگه همراهشون اومدن، از مغازه‌دارا گرفته تا کارگران. مثلا فرض کنیم اگه اعتصاب کارگران نفت مثلا هم نیست، در واقع اتفاق خواهد افتاد، کارگران رسمی نفت در حمل و نقل، کارگران حمل و نقل
و بقیه اعتراضات و اعتصابات خودشون رو شروع بکنن، کم کم میدان سرکوب برای حاکمیت اینقدر زیاد میشه که نیروهاش نمیتونن به همه جا برسن و بنابراین ازشون کاسته میشه، از انرژیشون گرفته میشه و در نهایت نمیتونن به اون گونه ای که اگه در 98 و 96 سرکوب کردن این بار سرکوب بکنن. نتیجه ای که از این میشه گرفت اینه که جنبش با تمام انرژی و توان خودش داره میره جلو. یعنی هیچ گونه ما چشماندازی رو نمیبینیم که این جنبش سر باز ایستادن داشته باشه. یعنی این بار باید بگیم یه روند انقلابی شروع شده، به این مفهوم که دنبال تحول ساختاری حاکمیت هست. یعنی دیگه اگه در سال 96 مردم اومدن گفتن که اصولگرا اصلاح طلب دیگه تمام ماجرا، این بار تکلیف خودشونو با یه اپوزیسیون دیگه هم روشن کردن، میگن مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. یعنی به اون اپوزیسیونی که نشسته، اپوزیسیون غیر کارگری که نشسته و به دنبال اینه که سواری بگیره از این جنبش، من به نظرم اعتراضاتی که از شهریور شروع شد تکلیف خودش رو با این جناح دیگه هم روشن کرده. و در واقع اگه نگاه بکنیم به نوع سازماندهی اعتراضات، این اعتراضات دیگه دنبال یه رهبر کاریزماتیک یا یه حزب مطرح نیستش. اینا به صورت شورایی، به صورت خرد جمعی سازماندهی میکنن و برنامه ریزی دارن. حتی اینا سرکوبگران حاکمیت هم اعتراف کردن که این دیگه جنبش خودجوش نیست، ما میبینیم که خیلی پیچیده است. یعنی دست اینا رو میخونن، برنامه ریزی میکنن، میان تو اعتراض. و این از این زاویه باید بگم که جنبش بسیار بسیار بی‌نظیریه در سطح جهانی. دلیل دومش که بی‌نظیره، شرکت زنان، دختران جوان در این جنبش با شعار زن، زندگی، آزادی و برابری، این شعار نبض تمام جهان رو گرفته، باید بگیم تحسین تمام جهان رو برانگیخته. من توی تظاهراتی بودم تا مرکز لندن، یه خانم پیری اومد گفت اینجا چیه؟ گفتم که ما نشستیم داریم دفاع میکنیم از اعتراضات مردم و عکس مهسا رو وقتی دید گفت من میشناسم، من فقط همون اومده بودم که بهتون بگم شیر زنان ایران، ما پشت شما هستیم، ما تحسین میکنیم، ما باید از شما یاد بگیریم. این جنبش درس بسیار خوبی نه تنها به مردم ایران، مردان ایران، جنبش زنان بگیم دادن، بلکه در سطح جهانی نیز. اون یه تئوریسین هم هست به انگلیسی، ژیژیک، میگه ما باید از شما یاد بگیریم. بسیاری از حتی نویسندگان، فعالان سندیکایی، از جمله دیوید ادوارد اتحادیه معلمان جهان، واقعا براش غیر قابل باور بود که چنین اعتراضاتی با برجسته کردن مسئله زن در جامعه‌ای که ایدئولوژیک هست، در دولتی که در حقیقت میخواد تمام ارگانهای بدنش را با ایدئولوژی پیش ببره، دارن این ایدئولوژی رو میزنن سر اون در حقیقت حاکمیت سرمایه‌داری که ایدئولوژی گذاشتن رو دارن میزنن. این بسیار بسیار تحسین برانگیزه، باید بگیم که برای از این زاویه برای تمام جهانیان باید بگم. حالا به هر صورت میتونیم بیشتر به این مسائل در قسمت‌های بعد بپردازیم. بله، سپاسگزارم رفیق ستار. خب این اعتصابات که امروز در عسلویه آغاز شد تا چه حدی میتونه به روند رو به رشد خیزش سراسری کمک کنه؟ ببینید باید اینجوری به این نگاه کرد به نظرم. یعنی از این زاویه به این نگاه کرد که اعتراضات خیابانی تحت تاثیر اعتراضات کارگری بوده. یعنی اگه دقت بکنیم به سال پیش ما 4000 اعتصاب کارگری داشتیم. این اعتصابات سازماندهان خودشون رو داشتن
این معترضین کارگری در محل کار، در محل زندگی دوستانی داشتن، تجاربشون منتقل میشد. تلویزیون هایی که ما داشتیم مثل کومله و بقیه تلویزیون ها وقتی اینا رو منعکس میکردن مردم گوش میکنن. و برعکس تمام اون تاریخ ایران باید بگیم، چه در انقلاب 57 چه در سال 32 قبل از 32 اینا، که این جنبش کارگری بود که تحت تاثیر جنبش اعتراضی قرار میگرفت. این دفعه برعکس بود. یعنی با اعتراضات خیابانی ادامه اعتراضات کارگران در بخش صنایع مختلفه، از معلمان گرفته، هفت تپه گرفته، کارگران فولاد، بازنشستگان، چه تامین اجتماعی کشوری، دانشجویان. میبینید این از این زاویه. ولی اعتراضات خیابانی درست تاثیر گرفتن از کارگران، اما تاثیر اعتراضات خیابانی هم بر اعتصابات رو باید در نظر بگیریم. من به نظرم هر چقدر روند رشد اعتراضات خیابانی بیشتر باشه، در عین حال تعداد کارخونه ها یا شرکت هایی که به اعتصاب میپیوندند هم سرعت این روند بیشتر خواهد بود و زودتر به نتیجه خواهد رسید. بنابراین این دوتا به هم وصلن، مثل دو قسمتی هستن، دو مؤلفه‌ای هستن که به هم دیگه تاثیر میذارن و تاثیر میپذیرن. اگه از این زاویه نگاه کنیم، دوتا اگه بررسی بکنیم، می‌بینیم که جنبش کارگری، اعتصابات کارگری اکنون، چه معلمان رو نگاه کنیم، چه دانشجویان رو نگاه کنیم، چه کارگران صنعت نفت رو نگاه کنیم و بقیه، اینا نقطه پایانی دادن به اعتراضات مطالبه گری. یعنی باور دارن که در چارچوب نظام سرمایه‌داری جمهوری اسلامی با سرکوب وحشیانش مطالبه گری کار نمیکنه، این حاکمیت هیچ تشکلی رو خارج از خودش نمیپذیره، هیچ اعتراضی رو نمیپذیره. بنابراین مطالبه و خواسته های انباشته شده 40 ساله ما باید به صورت منشوری مطرح بشه که در جایگزینی این حاکمیت ما اینا رو مطرح کنیم. آموزش رایگان، درمان رایگان، تشکل‌های مستقل، مبارزه کردن بر علیه خصوصی سازی و مجموعه این اعتراضاتی که سطح معیشت و اینها بوده. این مجموعه میتونه در حقیقت ساختمان اون حکومت آینده را از لحاظ خواسته و مطالبات تشکیل بده. اما از لحاظ تشکیلاتی هم بیکار ننشستن. همین کمیته‌های محلات که الان فعلا در تهران درست شده، در کردستان این کمیته‌های محلات، شورای محلات به گونه دیگه بر رشد کرده، در خوزستان این کمیته‌های محلات تشکیل شده. من مطمئنم همین کارگرایی که امروز اعتصاب کردن کمیته‌های اعتصاب دارن درست میکنن. معلمان دارن از قبل صندوق مالی خودشونو دارن. اسماعیل عبدی وقتی زندانه به صورت این صندوق موظفه که حقوقشو بده و میدن. هر معلمی هم که دستگیر بشه این صندوق شورای هماهنگی، کانونها، اینا به خانوادهشون کمک میکنن. در رابطه با کارگران هم این نوع صندوق اعتصاب، کمیته هایی که بیاد سازماندهی بکنه اعتصاب در دستور کار کارگران هست و الان اگرچه در سطح گفتگو و طرح هستش، اما به سرعت اینا دارن به هم نزدیک میشن، به سرعت اعتراضات کارگری و خیابانی دارن به هم پیوند میخورن. جنبش زنان یکی از قوی ترین جنبش باید بگیم در تاریخ ایران بوده و این داره در حقیقت بقیه رو به هم دیگه نزدیک میکنه این جنبش و واقعا گفتم تحسین برانگیز هست. این مجموعه شرایط یه دورنما چشمانداز بسیار بسیار شورانگیزی را به جوونا میده، جوانایی که این رژیم ناامیدشون کرده بود هست و افقی رو برای آینده نمیدیدن. گفتم از اینا نیست شدگان هستند که میخوان هستی خود رو به دست بیارن، دارن اومدن تو خیابون و این اعتراض میکنن. بنابراین شعور زندگی که
جوانان دختر زنان به خصوص در این جنبش میدمن سر ایستادن نداره و ادامه میده و بال و پرش رو همه جا گسترش میده و من مطمئنم که این بال و پر آنقدر گسترش پیدا خواهد کرد که تمام حتی دهات ایران را هم در بر بگیره. خب باید منتظر آینده بود و باید کمک کنیم به این فعالین. به هر طریقی میتونیم کمک بکنیم که این جنبش همون شوری که امروز داره رو بیشتر و بیشتر بکنه و در درون در اعماق جامعه که الان وجود داره بیشتر جایگاه خود رو محکم‌تر بکنه. بله رفیق ستار، شما از جنبش معلمان گفتید. چند روز گذشته ما دیدیم که چطور دست به سناریو سازی زدن بر علیه دو فعال سندیکای فرانسوی، سیسیل کوهلر و آقای ژاک پاری، و اینکه بعد از این اقدام کردن به دستگیری معلمان از جمله اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه در شهر مریوان و امروز عصر هم دو برادر از شهر جوانرود دستگیر شدن. به نظر شما این سناریو سازی که دیگه برای همه عیانه که چقدر نخنما و دروغینه و دستگیری معلما، رژیم هدفش از این کارها چیه؟ ببینید شورای هماهنگی و کانون‌های صنفی جزء تنها تشکل مستقل و سراسری در ایران هستن. یعنی دو تا جنبه دارن. اولا مستقل تونستن خودشون نگه دارن، دوم سراسری هستن. و سوم در شرایطی رشد کردن که حاکمیت نتونست اینا را منفعلشون بکنه یا سرکوب بکنه، نذارن این فعالیت بکنن. خب اعتراضاتی که 2 دهه گذشته معلمان سازمان دادن، این اعتراضات در قلب جامعه رفت، به خانواده ها رفت، به درون بازنشستگان کشوری و لشکری رفت این اعتراضات. رژیم به هیچ گونه نتونست اینا را سرکوب بکنه. تمام متدهای پیچیده، چه مستقیم گرفتن و زندان کردن تا تهدید و احضار و جاسوسی کردن و جاسوس فرستادن در داخل تشکل اینا کار نکرد. اتفاقی که افتاد، ببین من خودم سیسیل رو میشناختم، من عضو اتحادیه اساتید دانشگاه و کالج‌های لندن هستم، UCU اسمشه. سیسیل هم عضو روابط بین‌المللی اتحادیه فدراسیون اتحادیه معلمان بود. من باشون ارتباط داشتم، در این رابطه در رابطه مسائل ایران صحبت میکردیم. شوهرش هم ژاک پاری کاملا میشناختم، قبلا دبیر این اتحادیه بود. انسان‌های بسیار بسیار شریف. اون چیزی که بهشون نمیچسبه همین سناریوی مزخرفی که واقعا درست کردن، بعد بگن که اینا مثلا جاسوس شده بود. اینا همون جلیقه زردهای فرانسه هستن. من به نظرم احتمالاً آقای مکرون از دولت ایران تشکر کرده، میگه ما نتونستیم اینا رو بگیریم، شما گرفتیم به جای ما، و اتهام هم که زدن اون اتهام بسیار سنگینیه. خب ببینید، من به نظرم معلمان هم حق داشتن که با اینا جلسه بذارن، صحبت بکنن، کارگران هم همینطور. اما در اون شرایط سیسیل به من گفت که میخواد بره ایران. من گفتم این کار نادرستی، برای اینکه جمهوری اسلامی داره گروگان میگیره، از خارجا میان گروگان میگیره. و گفت نه بابا، این شوهرم جک 3 بار رفته و من میخوام برم تهران، اصفهان و شیراز رو ببینم، کاشان رو ببینم. که دیگه اون به خودتون ربط داره. که بعد حالا داستانهای دیگه ای اتفاق افتاد که اینا رو گرفتم و این سناریو سومین سناریویی که دادم بیرون از این. آقای سوران لطفی را، اسکندر لطفی، شعبان محمدی، مسعود نیکخواه، رسول بداقی، تحت رضا شهابی و حسن سیدی و بقیه و همینطور بقیه فعالانی که تو این رابطه دستگیر شدن، تحت شدیدترین شکنجه های روحی و گاهن جسمی هم قرار گرفتن. چی؟ که اینا رو بیارن بگن که بیاین شما همون سناریوی نخنمای خودشون دیگه بگین ما فریب خوردیم، ما تحت نمیدونم تاثیر اینا قرار گرفتیم. میگه آخه این سیسیل 20,000 تومان تو جیبش، یه جاسوس 20,000 تومان با 20,000 تومان میشه انقلاب کرد، شورش کرد. 20,000 یورو منظورش آورده بودن که مثلا در ایران شورش بپا کنن. ببینید
تمسخر کردن مردم. این مضحک بودن این سناریوها آشکاره، اما اینا پیام به مردم نمیدن دیگه. این سناریو برای مردم نیست، این سناریو برای نیروهای خود رژیم هست که در حال فروپاشی هستن. این میخواد به اون نیروها بگه که ببینید ما کلی میدونیم و اینا رو میگیریم و شما باید به کار سرکوب و چیزتون ادامه بدین. اینا وابسته های خارجی هستن. خب بسیاری از کسایی که دارن با اینا کار میکنن آدمای بی سواد، آدمای احمق هم توشون زیاده، آدمایی که پول حسابی هم میگیرن توشون زیاده و خب تحت تاثیر اینا هم قرار میگیرن. این سناریو برای بدنه خود حاکمیت، سرکوبگراش و خانواده‌شون این کار دیگه ای در جامعه به نظرم نمیکنه، تاثیر نداره. دومین چیزی که اینا در نظر دارن، ببینید فعالینی که مثل رسول بداقی، شعبان سوران، مسعود جعفر ابراهیمی، محمد حبیبی، اسماعیل عبدی و همینجور بشماریم بالا، این فعالین بودن که سالها تو زندان بودن، سالها مبارزه صنفی کردن. اینا باهاتون دشمنی اونجوری نداشتن که مثل هر اتحادیه دیگه میگن آقا حقوق ما کمه. آموزش شما گفتیم ماده 30 از قانون اساسی آموزش باید رایگان باشه، چرا رایگان نیست؟ حالا شما اینا رو گرفتین شکنجه کردین میگین که اینا جاسوسن. خب مسلمه که خشم دانش آموز اینا رو شما در میارید. دانشگاه شریف ها سرکوب کردن، روز بعدش خامنه‌ای اومد گفت که بله مشخص بود یه زنجیره‌ای برنامه ریزی شده. گفتن شریف رو بخوابونیم چون اینا مرکز اعتراضات بودن. بعد خامنه‌ای بیاد میگه که اعتراضات سرکوب کردیم. اون دختر بیچاره هم که ما هم دلمون سوخت، معصوم مرد، ما هم دلمون سوخت. و بعدش هم دیگه یه سری وابسته به خارج اینا اومدن شلوغ کردن که بعد این سناریو رو میدن بیرون. پشتوانه اون که بگن دیدین خامنه‌ای هم گفت اینا آمریکایی. یه نمونه که نتیجه‌ای که میخوام ازش بگیرم اینه که اینا اتاق فکراشون هم دیگه احمق شدن، اتاق فکراشون هم خوشمغز شدن، دیگه نمیتونن هیچ چیز جدیدی رو ارائه بدن که لااقل یه چند نفری از مردم به حرف اینا بده. از این زاویه سوالی که شما کردین آیا این سناریو موثر بوده؟ نه، نیست، نبوده. در رابطه با هفت تپه این کارو کردن، در جای مختلف این کار برای همون سال 82 این کارو کردن و تعداد بسیاری از این آدمایی که توی اعتراض اتفاقا شرکت، یه زن بیچاره که توی اعتراض بود آوردن بگو که من فریب خوردم. آخه اینا دیگه مسخره است، مردم به مسخره میگیرن اینا رو. خب پس بنابراین باید اینم گذاشت برای رژیم کنار، نتونست معلم‌ها رو سرکوب کنه مستقیم با زندانی کردن، سناریوش هم که نگرفت. و الان میبینیم که کارگرای دیگه دارن بهشون میپیوندن، دانش آموزا میان تو خیابون، دانشجوها میان، کامیون دارن میان، بازنشسته ها میان، زنان میان. خب چی کارش میخوای بکنی؟ ما میخوایم انقلاب کنیم، میگن نمیخوایم. میان شب روز نصف شب داد میزنه ما جمهوری اسلامی نمیخوایم. اما این حاکمیت به سلمان نیست، این حکومت مصر نیست، این حکومت مثل سرهنگ قذافیه که تا آخرین سنگر خودش میخواد بمونه، برای اینکه بچه‌هاشو فرستاده خارج. زن و بچه‌ش همه پاسپورت دو ملیتی دارن، حالا هر کجا بتونن. حالا بگذاریم که این کشور اروپایی، آمریکا گفتن که ما اینا را تحریم میکنیم فلان، ولی فعلا باید اینا در نظر بگیریم که دولت‌های اروپایی پشت این رژیمن. آمریکا و دولت‌های اروپایی نمیخوان این حاکمیت به هم بریزه. برای اینکه یه تحول انقلابی پیشرو در ایران اتفاق بیفته، تمام منطقه خاورمیانه همه اون معادلاتی که بستش تا کنون برام میخوره. بنابراین فقط مسئله ایران نیست برای کشورهای غربی، افغانستان، عراق، سوریه است، لیبیه، سودان، لبنان، همینجوری برو دیگه. این مجموعه اون وقت میخواد با اینا چیکار بکنه؟ اینه که ترس و وحشت نه تنها رژیم رو برداشته، بلکه کل اروپا با این اعتراضات دولت‌هاشون منظورم تنشون لرزیده و دو دلن که باید چیکار بکنن. و از این زاویه ببین ما نتیجه گیری که میکنیم از اینه که در ایران زنان، مردان، کارگران، معلمان، دانش آموزان نیروی خودشون میخوان انقلاب بکنن و اینان
هستند که صاحب این انقلابند. هیچ اپوزیسیون خارجی از حسن شریعت مداری گرفته تا شاهزاده جمهوری خواه و مراد ویسی و چه میدونم همینجور برو این آدمایی که دارن خودشون دو تا مسئله رو مطرح کردن تو کلاب هاوساشون مطرح میکنن که ما پول میخوایم و همینطور این الان مردم تو ایران میگن مبارزه میکنن ولی اروپا و غرب نمیدونن آدرس کی برن مراجعه بکنن. اینا ما خب ماییم دیگه، در صورتی که اینا کور خوندن. واقعیت اینه که این مردم به اینها اجازه نخواهند داد که بیان سوار جنبش بشن و اون سال 57 به نوع دیگه تکرار نخواهد شد. بله رفیق ستاره گرامی، فعالین امثال شما که در خارج از کشور هستن، همونطور که داریم میبینیم همه جهان دارن از مردم ایران حمایت میکنن، صدای حمایتشون رو بلند کردن. اما خب فعالینی مثل شما چطور میتونن صدایی به صدای این مردم اضافه کنن؟ باید چه کاری انجام بدن در خارج از کشور؟ ببینید ما بگم فعالینی که هستن در خارج کشور، فعالین کارگری، اولین جایی که ما مراجعه میکنیم هم زنجیران خود طبقه کارگری و در اروپا و آمریکا اتحادیه‌های کارگری هست. خب بعضیشون ممکنه اصلا به درد نخورن ولی تعداد بسیار زیادی هستن که اتحادیه‌های فعال رادیکال هستن و اینا نه تنها به مسئله کارگری خودشون بلکه در سطح جهانی هم اینا میرسن بهش. خب در ارتباط با معلمان Education International یا آموزش بین‌الملل که شورای هماهنگی افیلیت شده عضو این فدراسیون اتحادیه‌های معلمان جهان هست، 170 کشور عضوشه و 32 میلیون هم عضو داره. ما هم تلاش کردیم، دبیر این اتحادیه آقای دیوید ادواردز پیام دادن، بارها دفاع کردن از اعتراضات مردم در ایران و همچنین اعتراض کردن به دستگیری معلمان. مسئول بخش آسیاییش انان سای بیانیه داده، اعتراض کرده به این مسئله. معلمان در انگلیس، در سوئد، در نروژ، در آلمان به این مسئله اعتراض کردن. ما به اتحادیه کارگری دیگه مثل ITF، ITUC مراجعه میکنیم و میخوایم هدف از این مراجعه اینه که دولت‌های کشور خودشون رو تحت فشار قرار بدن، بگه آقا دست از حمایت از این دولت فاشیست جمهوری اسلامی بردارید، اینا دارن جنایت میکنن، نسل کشی میکنن. ما به دولت‌ها مستقیم مراجعه نمی‌کنیم، میدونیم که دولت‌ها آگاه هم چه میگذره در ایران. اینا زمانی ممکنه وارد میدان بشن که ببینن در خود کشورشون برایشون مبارزه میکنن، فشار میارن که فلان کارو بکنن. چه اتحادیه اروپا، چه آمریکا، چه بقیه الان تحت فشار مردم خودشون هستن که عکس العمل نشون میدن راجع به این سرکوب‌ها و دیدیم که سازمان جهانی به این مسئله اعتراض کرده در کنفرانس خودش. آقای جاوید رحمان، من باش تماس گرفتم، یه استاد دانشگاه که همین لندن که مسئول در حقیقت حقوق بشر ایران در سازمان ملل هست، اعتراض کردن بارها به این مسئله، به این کشتار. از طرف دیگه نهادهای حقوق بشر مثل عفو بین‌الملل، نهادهای حقوق بشر در رابطه با زنان، کودکان و غیره، اینا چیزیه که فعالین باید در هر کشور خودشون مطرح بکنن و اینا در حقیقت جزو اخبار روز اون کشور بکنن. الان هیچ وقت من ندیده بودم اینقدر روزنامه‌های حداقل در انگلیس که من با گاردین و اینا یه موضوعی که با هم خبر گزارش میدادم که فرض کن یکی از این دو تابعیت رو گرفته بودن، در اون رابطه بود مهران رؤوف، دائم به من زنگ میزنم میپرسم خب ایران چه خبر. منم بر اساس اطلاعاتی که به هر صورت توی میدیا و اینا هست میبینیم که منعکس میشه. روزنامه گاردین روزنامه بسیار روشنفکری هست، حتی روزنامه راستشون دیلی میل و د نشنال، اینا بی بی سی تلویزیونشون اینا دارن مطرح میکنن. خب رسانه‌های ایرانی باید بیشتر تمرکز کنن که میکنن، رسانه‌های فارسی زبان. و
اون چیزی که مردم در ایران الان نیاز دارن ما باید بتونیم به اون نیازها پاسخ بدیم و تظاهرات هایی که در این چند روزه در اروپا و آمریکا و کشورهای دیگه شده بی سابقه بوده. این تعداد آدمایی که اومدن شرکت کردن و خارجی ها، اونایی که به هر صورت یا انگلیسی هن یا آلمانی هن یا از کشورهای دیگه اومدن، در این تظاهرات نقششون بسیار برجسته بوده. یکی از این همین نقاشا در میدان ترافالگار اومده بود روی زمین با یه مداد عکس مهسا رو کشیده بود، کشیده که تو رسانه همین منعکس شد. بنابراین باید بگیم که در ایران درست ورزشکاران، هنرمندان، همشون تعداد بسیار زیادشون الان از حاکمیت ریختن، حتی اون نزدیکترینشون دیگه باشون در اختلافن. همین تاثیر گذاشته به ورزشکاران، نویسندگان و هنرمندان کشورهای دیگه. دیدیم هنرمندان کشورهای دیگه اروپا دارن حمایت میکنن. خب این مجموعه ما به عنوان کسایی که در خارج کشور هستیم هم تاثیر میپذیریم از اعتراضات در ایران. هر موقع که این اعتراضات شروع میشه تعداد بسیار وسیع‌تر از حداقل اون زمانی که ما آرومه و اعتراضی نیست خیلی تعداد کمتره، ولی وقتی همچه اتفاقاتی میفته دیگه همه میان و این خیلی امیدوار کننده است. امیدوارم که این همینجوری ادامه داشته باشه و اون شعار زن، زندگی، آزادی، مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، و آزادی برای کودکان ما، برای زنان ما، برای مردان ما. این آزادی نیاز بعد از 40 سال سرکوب نیاز بسیار مبرمیه. از این زاویه که اگر کارگران، حتی مردم، نتونن شوراهای واقعی خودشون در شرایط دیکتاتوری سرکوب درست بکنن، یه فضای حتی کوچکی روزنه‌ای باز بشه، اینا سریعا تمام شوراهای کارگری، دیدید انقلاب ایران درست شد دیگه، شوراهای کارگری شکل میگیرن و اینها اون وقت میتونن قدرت سیاسی رو به دست خودشون بگیرن. ما باید پایه های این قدرت سیاسی شورایی رو همین الان هر چقدر میتونیم درست کنیم. شوراهای محل، کمیته های محل، هر سندیکاها، اتحادیه، هر نوع تشکلی که امکان داره ساختمان اون حکومت آینده برای کارگران رو درست کنه رو ما باید بسازیم و در حقیقت این در حال ساختنه و من بسیار خوشبینم به آینده این جنبش. بله، خیلی ازتون سپاسگزارم رفیق ستاره رحمانی از اینکه دعوت ما رو به این برنامه پذیرفتید. منم از شما تشکر میکنم که این فرصت رو دادین تا بیننده و شنونده شما صحبت کنیم. ممنون. بسیار خوشحال شدیم. بله بینندگان عزیز، همونطور که مطلع هستین بیشتر شهرهای ایران یک بار دیگه شاهد اعتراضات مردمی هستش و شعار زن، زندگی، آزادی و مرگ بر دیکتاتور رو در خیابون‌ها سر میدن. عزیزان، شما میتونید با شماره تلفنی که در پایین صفحه تلویزیونتون هست از طریق تلگرام در طول شبانه روز تصاویر، ویدیوها و پیام‌های خودتون رو برای ما بفرستید. میریم آخرین تصاویری که شما عزیزان برامون فرستادید میبینیم و برمیگردیم. پتروشیمی بوشهر سایت 1 از سلویه 18/7/1401. پتروشیمی بوشهر
سایت 1 از سلویه 18/7/1401. ساعت 6 صبح پتروشیمی بوشهر سایت 1 از سلویه 18/7/1401 کمپین کارگری اعتصاب. بسته شدن راه از سلویه پتروشیمی بوشهر. پتروشیمی بوشهر سایت 1 از سلویه 18/7/1401. ساعت 6 صبح پتروشیمی بوشهر سایت 1 از سلویه 18/7/1401 کمپین کارگری اعتصاب. بسته شدن راه از سلویه پتروشیمی بوشهر
17/8/1401 ساعت 7 صبح. مسدود کردن راه به دست کارگران غیور ایلا بختیاری. از سلویه پتروشیمی بوشهر 18/7 از سلویه پتروشیمی بوشهر سایت 1 کمپین اعتصاب کارگر. پتروشیمی بوشهر سایت 1 از سلویه 18/7/1401 ساعت 6 صبح. پتروشیمی بوشهر سایت 1 از سلویه 18/7/1401 کمپین کارگری اعتصاب. بسته شدن راه از سلویه پتروشیمی بوشهر 17/8/1401 ساعت 7 صبح. مسدود کردن راه به دست کارگران غیور ایلا بختیاری. از سلویه پتروشیمی بوشهر 18/7 از سلویه پتروشیمی بوشهر سایت 1 کمپین اعتصاب کارگر.
یک از سلویه 18/7/1401. ساعت 6 صبح پتروشیمی بوشهر سایت 1 از سلویه 18/7/1401 کمپین کارگری و اعتصاب. بسته شدن راه از سلویه پتروشیمی بوشهر 18/7/1401 ساعت 7 صبح. مسدود کردن راه به دست کارگران غیور ایلا بختیاری. پاورچین پاورچین میایی از کوچه های یخزده، از دخمه های زندان تا شعله خیابان و زخمزار مرگستان. میایی لوند و آفتابی و جانبخش با شور دختران خیابان، با مشت منفجر از خشم. میایی با کف زدن، ترنم، گیسوفشان و رقصان و عزم مشتعل از آتش در جشن روسری سوزان. با اعتصاب میایی در خشم پرتلاطم میدان و پایکوبی طوفان. میایی در سوت کارخانه های زفرمند با نان و کار و آزادی، حکومت شورایی. میایی چمان چمان رقصان در گامهای مردم دربند، با غنچگان درفش، زن، زندگی و آزادی. آه ای شرار شیدایی، رویای خیره سر، ای یار بیقرار، در راهی؟ بله عزیزان، این شعر از رفیق حسن حسام بود. همونطور که مطلع هستین امروز دانشجویان در سراسر ایران دست به اعتراض و تجمع زدن و در بیشتر دانشگاه‌ها سلف‌های سرویس رو یا تعطیل کردن یا دانشجویان پسر و دختر این آپارتاید جنسیتی رو حذف کردن و در کنار هم غذاشون رو صرف کردن. خبرها که از اونه که اکنون شهرهای مختلف ایران شلوغ هستش. سنندج برای 25مین روز متوالی به پا خواسته و خیابونها شلوغ هستش و در تهران هم جوانان محلات تهران اطلاعیه‌ای دادن با این مضمون که فراخوان روز چهارشنبه 20 مهر ماه ساعت 12 در تهران و سراسر کشور در حمایت از مردم سنندج و زاهدان و اعتصابات عسلویه. برای اینکه بیشتر از اوضاع ایران سراسر شهرهاش و در کل از اعتراضات و اعتصابات
بیشتر بدونیم همراه هستیم با رفیق کاوان سنه‌ای، همکارمون از بخش خبر که آخرین گزارشات رو برای ما بگن. رفیق کاوان گرامی سلام و درود، خیلی خوش اومدید. سلام عرض میکنم من هم خدمت رفیق کاوانی عزیز، خسته نباشید و همینطور سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست ایران. درود و سلام صمیمانه و قهرمانانه به خدمت همه مردم مبارز که همین حالا در خیابان‌ها بر علیه این رژیم سرکوبگر دارن مبارزه میکنن. خیلی خوش اومدید رفیق کاوان. آخرین رفیق گزارشات کانی اگه اجازه بدی من بله بفرمایید. مرسی، ممنون. عذر میخوام یه خورده انگار اینترنت مشکل داره چون صدای خود با تاخیر میاد، اما من گزارش رو سریع براتون میخونم که بینندگان عزیز ما هم معطل نشن. همون گونه که خودتون فرمودید به درستی امروز در بخصوص دانشگاه نوشیروانی بابل ما میدونیم که در طی این مدتی که اعتراضات شکل گرفته یکی از کانونهای اصلی اعتراضات دانشجویان بوده و همواره دانشجویان در اعتصاب کامل بودن. سر همون قضیه‌ای که میخواستن سلفا رو تفکیک کنن، امروز حراست دانشگاه وارد قضیه شده و دخترایی که نخواستن و پسرایی هم که نخواستن که جدا از همدیگه غذا بخورن، نهار رو سرو کنن در سلف سرویس، با مامورین حراست درگیر شدن و کاری که مامورین حراست کردن قبلا اگه حتی ظرف یک بار مصرف هم میدادن، اگه ظرف غذا نبود یا نمیدادن میتونستن از بیرون بگیرن، از همه اینا محرومشون کردن. اما دانشجویان تاکید کردن که ما برای رسیدن به خواسته هامون روی تمام اون چیزی که بهش معتقدیم وای میستیم محکم و کوتاه نمیایم. دانشگاه‌های مختلف ایران از جمله دانشگاه عراق، خواجه نصیر، دانشگاه اصفهان، دانشگاه هنر تهران، دانشگاه گیلان، مازندران، پیام نور کرج، پلی‌تکنیک، دندانپزشکی شیراز، همه اینها صحنه مبارزات دانشجویی بود و شعارهای مختلفی از جمله زندانی سیاسی باید آزاد گردد، دانشجوی زندانی باید آزاد گردد، زن، زندگی، آزادی و مرگ بر دیکتاتور در تمام این دانشگاه‌ها سر داده شده. همچنین دانش آموزان عزیز ما در شهرهای مختلف از جمله در تهران با وجود تمام فضای امنیتی که بوده و طی این 2-3 روز ما گزارش مختلفی داشتیم از شهرهای مختلف که مامورین امنیتی حتی حمله کردن به کودکانی، اینا کودک محسوب میشن، همه در سنین زیر 18 سال قرار دارن، اما رفتن داخل بعضی از این مدارس و سعی کردن دانش آموزان رو بازداشت کنن، مخصوصا در شهر کرج. منتها خانواده ها اونجا جمع شدن و مقابله کردن با نیروهای سرکوبگر و اجازه ندادن. اما در بندرعباس ما داشتیم دانش آموزان تو خیابونا شعار میدادن بر علیه رژیم دیکتاتوری و مامورین امنیتی اونا رو دنبال کردن، اذیت و آزارشون دادن، کتکشون زدن. در دهگلان به همین ترتیب چند دانش آموز بازداشت شده. در بوکان و سقز همچنین 2-3 دانش آموز بازداشت شدن و در سنندج معلمین رو هشدار دادن اداره آموزش پرورش و اداره اطلاعات که اجازه ندن درها رو ببندن و هیچ دانش آموزی نباید بیاد تو خیابون، که قبول نکردن، گفتن ما نمیتونیم این کارو بکنیم، اونا رو محدود کنیم به این شدت. و خبر خوب و مسرت بخشی که شما بهش اشاره کردیم، گسترش این اعتصابات کارگریه. همون گونه که مطلع هستن بینندگان عزیز ما، طی 2 روز گذشته کارگران پروژه‌ای صنعت نفت فراخوانی داده بودند و طی این فراخوان هشدار داده بودند به رژیم سرکوبگر آخوندی که اگه دست از سرکوب معترضین بر نداره، اینا اعتصاب عمومی رو شروع میکنن و به همین ترتیب شروع کردن. از اصلویه شروع این اعتصابات بوده. امروز پتروشیمی گنگان فازهای 2 و 4 پارس جنوبی ملحق شدن به این اعتصاب. فاز 2 آبادان، پتروشیمی هنگام و بوشهر سایت 1 و همچنین پتروشیمی دهلوران، همه اینها به این اعتصاب پیوستن و انتظار میره که اطلاعیه‌ای که دادن
درخواست کردن از همه همکاران و کارگرانی که چه قراردادی هستن چه پیمانی و حتی رسمی، گفتن این بهترین فرصت که برای ما پیش اومده، ما باید در کنار ملت باشیم و نباید ملت رو تنها بذاریم الان که در خیابونا هستن و دارن قربانی میدن. همچنین در کنار این کارگران صنعت نفت، انجمن کارگران ساختمانی سقز هم بیانیه صادر کرده و ضمن محکوم کردن تمام اقدامات رژیم در جهت سرکوب معترضین فراخوان داده و طی این فراخوان اعلام حمایت کرده و ملحق شدن اونها به اعتصابات سراسری. کارگران کارخانه سوله سازی قایم سازان علی آباد کتول هم به همین ترتیب گفتن تا زمانی که اعتراضات پابرجاست و رژیم تن بده به خواسته های معترضین، ما به اعتصابمون ادامه میدیم. همچنین کامیونداران اصفهان اونها بیانیه صادر کردن و درخواست کردن، ما چند روز پیش هم در مهران داشتیم، کامیونداران غرب کشور رو داشتیم و رانندگان اصفهانی هم درخواست کردن از همه کامیونداران ایران که ملحق بشن به این اعتصاب سراسری و معترضین رو یاری بدن. الان به پشتیبانی و حمایت همه ما، همه به اصطلاح لایه‌های اجتماع نیازمند هستند. همچنین در پی اعتراضات شب گذشته، دو شب گذشته در واقع، در سنندج اعلام شده که 30 تن از مامورای رژیم به سختی زخمی شدن. ما 4 تا قربانی اونجا داشتیم، 4 جان باخته در راه آزادی داشتیم متاسفانه، اما 30 تن از مامورای رژیم الان تو بیمارستان‌های سنندج هستن که وضعیت 7 تنشون بسیار وخیمه. دیشب ما گزارشی داشتیم در مورد شورش در زندان لاکان رشت. رژیم خیلی سعی کرد که این شورش رو پنهان کنه و از همه امکاناتش استفاده کرد و سعی کرد اینو مربوط کنه به درگیری ما بین زندانی‌های معمولی با زندانیان سیاسی، اما در اصل قضیه این گونه نبوده و همه با هم معترض شدن. حتی 10 تن از نیروهای امنیتی زندان کشته شدن و متاسفانه 30 تن از زندانیان هم جان باختن. ما باید صدای زندانیان باشیم و اجازه ندیم و درخواست کنیم از مردم شریف و قهرمان رشت، نوادگان سردار جنگل، برن و حمایت کنن از زندانیان سیاسی در اونجا. 2 تا از جانباختگان تهران همین امروز متاسفانه مشخصاتشون منتشر شد روزهای گذشته که محسن موسوی هر دو دانشجو بودن و عرفان نظربیگی، این 2 تا در تهران با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی کشته شدن. و در آخرین خبر این که مادران پارک لاله که مادر جانباختگان دی 96 سال 88 و آبان 98 هستن، اینا گفتن ما سینمون رو طی بیانیه حمایت کردن از اعتراضات و گفتن ما سینمون رو سپر میکنیم در مقابل گلوله هایی که نیروهای امنیتی شلیک میکنن. ما یه جان داریم و اون جانم فدا میکنیم برای جوانانی که الان در صحنه هستن. من در خدمتتون هستم. رفیق کانی عزیز. بله، خب رفیق کاوان، خبرات چه خبرهایی از کردستان داری؟ گزارشات در این مورد چی میگن؟ شنیدیم که کردستان همین الان بله همین الان که ما داریم صحبت میکنیم سنندج متاسفانه اینترنت یا خیلی ضعیفه یا خیلی مناطق شهر قطع شده، اما آخرین گزارشایی که رسیده شهرکی داریم به اسم دوشان که پادگان بیت المقدس سپاه هم اونجا هست. میگن صدای شدید درگیری میاد در کوچه پس کوچه های دوشان و انتظار داریم مردم به یاری مردم اونجا بشتابن. وضعیت اونجا بحرانیه و نیاز به حمایت دارن مردم. در شهر بانه میگن حصای اولیه شکل گرفته. در شهر بوکان مهاباد دیشب هم بسیار شلوغ بود، مهاباد چندین زخمی داشت و امشب هم داره شروع میشه اعتراضاتشون. در شهر بانه به همین ترتیب و سقز. ما منتظر گزارش‌های بعدی هستیم. تو این شبای گذشته اون چیزی که مشخص شده، یک تاکتیکی که به خرج دارن جوانای ما، بله بینندگان عزیز، فکر کنم که مشکل اینترنت داشتند همکارمون رفیق کاوان سنی از بخش خبر که
متاسفانه تماسمون باهاش قطع شد و اون چه که مشخصه اینه که این جنبش سر باز ایستادن نداره. بله رفیق کاوان، صدای من رو دارید؟ بله خب رفیق کاوان پیش میاد دیگه در بخش زنده و اینکه ایشون مشکل اینترنت داشتن متاسفانه. بله این جنبش سر باز ایستادن ندارد. همونطور که رفیق کاوان سنی از بخش خبر همکارمون اشاره کرد، امروز یک بار دیگه دانشجویان حماسه آفریدند و در بیشتر دانشگاه‌های تهران دانشجوها با شعارهای از جمله مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای دانشگاه‌ها رو به لرزه درآوردن و حتی در بیشتر دانشگاه‌ها سلف سرویس غذاخوری رو یا به جا گذاشتن و در سالن سفره انداختن و یا اینکه دختران و پسران دانشجو با هم نهار رو صرف کردن. سنندج همیشه سرخ هم که امروز و در چند شب گذشته و امشب هم شاهد اعتراضات گسترده‌ای بوده. نیروهای سرکوبگر مدام با شلیک ممتد در سعی دارن که رعب و وحشت ایجاد کنن و همینطور از شهرهای مختلف کردستان و سایر ایران. بله خبرها هر لحظه بیشتر میشه و اینکه هر لحظه شهرهای بیشتری، مردم بیشتری و صنف‌های بیشتری به این اعتراضات میپیوندند. تا یک برنامه زنده دیگه و دیداری دوباره و به امید پیروزی از حضورتون مرخص میشم. تا دیداری دوباره شاد و سربلند باشید. ایام بکام. پتروشیمی بوشهر سایت 1 از سلویه 18/7/1401 ساعت 6